سلام برعکس، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشید. خوش اومدید توی دومین ویدیویی بلند ما. چند وقت بود که فعالیت نداشتیم، متاسفانه مریض شدیم، ولی الان درخشانتر برگشتیم. بریم واسه اتچمنت های برتر این سیزن. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. اتچمنت BP50 اتچمنت خوبیه، کلا همه اتچمنت ها خوبه دیگه. اتچمنت 117 اتچمنت فنک خیلی اتچمنت خوبیه، حتی این فنک از دور خفن میزنه دیگه. ببینید چیه. اتچمنت بعدی اتچمنت دیل، که این اتچمنت هم خوبه دیگه. این چرا اینجوری رسید؟ گلشو بذارم. اوکی شد. واقعا اتچمنت خوبیه. ما دیگه تلاشمون رو کردیم اتچمنت های خفن رو برداریم. اینم خیلی خوبه، ولی دیگه همه دیالا میدونین دیگه دو شاته. البته هدش یه شاته، همه استایپا هدشون یه شاته. اتچمنت کیارم که واقعا خوبه، من خودم استفاده میکنم، البته همه رو استفاده میکنم. خب اگه برداشتیدشون بزنید بریم برای تست گانام. بچه‌ها میخوام با این اتچمنت ها همه رو درو کنید ها. اتچمنت BP50 رو بریم تست کنیم. میبینید که اتچمنت خیلی خوبیه. اگه میبینم صدا نمیاد، صدا رو کم کردم چون صدا تو ویدیو میافتاد و بد میشه. دختر همین صدا رو تا ته کم کردم. میبینید صدا نمیاد، دلیلش اینه. میبینید دیگه BP50 چیکار داره میکنه. اتچمنت بعدی 117 که خیلی 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 کم لگت داره. این نیا کنید، با یه انگشتم میتونی کنترلش کنی. کنید میبینید دیگه اتچمنت خیلی خوبیه. بریم واسه اتچمنت بعدی، اتچمنت فنک. دارید میبینید دیگه. در اول نوسکوپتون نشون بدم. قشنگ نوسکوپ درو میکنه. بعد حالا ببینید از راه دور چطوره. حالا قضاوت رو میذارم به عهده خودتون، داخل کامنت ها بگید از راه دور خوب میزنه یا نه. بذارید ثانیه. چرا هیچ تیرای من تموم میشه؟ اتچمنت خوبیه در کل. بریم برای اتچمنت بعدی، اتچمنت دیل. بیام از دور. ببینید دیگه هدشاتش دو شاته دیگه. همه اسنایپر هدشاتشون دو شاته، پایین ترشون دیگه دو شاته. ببینید حالا تیرام تموم شد. یه شات دو شاته دیگه. بعد وقتی میزنید میبینید دیگه یه ثانیه نور سفید میاد جلوشون، دیگه کور میشن دیگه. قشنگ یه BP50 میکشید تاق میزنید. بریم واسه اتچمنت بعدی و اتچمنت آخر کیاره. بچه ها میبینید هنوز دارم که سفره میکنن. کیاره نگاه کنید، عالیه. یعنی چون واقعا خیلی خوبه. دیگه با این شاتی هم بروکن رو میخوام برید بزنید ها. عجب چیزیه، همش وان شاته، همش.
خب بچه ها همه اتچمنت ها رو تست کردیم. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. و تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.